امروز چون دائما روی مچهای دستمون بودیم، قسمت سرد کردن مچ رو براتون فیلم گرفتم. پشت دستاتون رو روی هم بذارید، انگشتاتون رو جمع و باز بکنید. برای حرکت دوم پشت دستاتون رو روی زمین بذارید و به چپ و راست متمایل بشید. این حرکت رو 10 تا 15 مرتبه تکرار کنید. برای حرکت بعدی در همون حالت انگشتاتون رو جمع و باز بکنید. این حرکت رو هم میتونید 10 تا 15 مرتبه تکرار بکنید. حتما همه انگشتاتون رو باز و جمع بکنید تا فشار اضافه روی مچ دستتون برداشته بشه. برای حرکت بعدی دستاتون رو توی کشش قرار بدین. با دست راست دست چپ رو قشنگ بکشید و این حرکت رو برای سمت دیگه هم انجام بدید. دم و بازدم توی طول تمرین فراموشتون نشه. برای حرکت بعدی دستاتون رو جلو بیارید، انگشتاتون رو به سمت پایین خم کنید و با دست دیگه کمی روی دست بالایی رو فشار بدین. این حرکت رو برای سمت مخالف هم انجام بدین و تو هر موقعیت 10 تا 15 نفس باقی بمونید. برای حرکت آخر هم قشنگ دستاتون رو بتکونید و انگشتانتون رو آزاد و رها بکنید.